چون دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت در مرکز ناحیه اسپیتامن ولایت سوغد نیز میدان پرچم و نشان دولتی بنیاد گردید. در رسم افتتاح رمزهای دولتی در ناحیه اسپیتامن اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامه رحمان اشتراک نمودند. نخست در این موضع با صدا دادن سرود ملی پرچم دولتی برافروخته شد. برای پرافشانی پرچم دولتی و قامت افروختن نشانی دولتی در مرکز ناحیه اسپیتامن 0.32 گکتار زمین جدا گردیده است. میدان پرچم و نشانی دولتی در نزد بنای معمولی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه بنیاد گردیده است و آن به حسن این موضع زیبایی باز هم بیشتر زمین نماید. بلندی پایه پرچم دولتی در این گوشه دیار 5 متر را تشکیل داده، درازی متوی آن به 14 و پهنایش به 7 متر برابر است. نشانی دولتی در بلندی 25 متر قامت افروخته است و این دو مقدسات ملی بسیار دقت جلب کننده به نظر می رسند. در میدان پرچم و نشانی دولتی 6 فواره بنیاد گردیده است که هر کدام آن با اصول معاصر آرا یافته است. مساحتی بیش از 3000 متر مربع در اینجا سنگ فرش و سفالک پوش گردیده است. سنگ و سفالک های در میدان مذکور نصب شده محلی می باشند و برای گشت و گذار ساکنان در این موضع شرایط بسیار مساعد است. با طرح معاصر بنیاد گردیدن میدان رمزهای دولتی در مرکز ناحیه اسپیتامن مهارت بلند ساختمانچیان را بازگو می‌کند. درختان آرایشی در این گوشه دیار شنانده شده بیش از 50 بخ را تشکیل می‌دهد. میدان گل و سبززار قریب به 0.20 گکتار برابر است. گل‌های آرایشی تگست، ویولا، سالویا، لاله و غیره در اینجا با طرح بسیار جالب شناخته شده‌اند. در اطراف پرچم و نشانی دولتی 21 عدد چراغ‌های روشنی دهنده گوناگون حجم نصب گردیده است. در برابر بنیاد میدان پرچم و نشانی دولتی همچنین بنای مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه از تعمیر برآورده شده، نمای بیرونی آن با استفاده از نقش و نگار ملی
آرا داده شده است. پیشوای ملت به کار ساختمانچیان بهای بلند داده مسئولان را به سهم بیشتر گذاشتن در کارهای سازندگی و آبادانی هدایت نمودند.